آقا میفرماد آید بشار اسد نیابتی داره میجنگه، از طرف ما میجنگه، برای ما میجنگه. اگه سوریه نبود حزب الله وجود نداشت. همه پشتیبانی ها و پایگاه اصلی ما تو منطقه سوریه بوده. ما که با دولت لبنان نه اون نه امروز رابطه‌ای نداشتیم که اون دولت که با ما اصلا همراه نبوده. ما از طریق سوریه رفتیم کمک کردیم، حزب الله را تشکیل دادیم و راه اندازی کردیم. تنها کشوری که در جبهه مقاومت تو جهان عرب و کشورهای عرب باقی مانده سوریه است. هیچ کشوری دیگه تو جبهه مقاومت باقی نمانده. همه رفتن معامله کردن، مذاکره کردن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن. محضر آقا بودن یکی میگه آره اگه سوریه تمام شه آمریکا میان عراق، بعد میان ایران. آقا میفرماد خیر، مستقیم میان ایران.